همه چی شعاره، همه چی ظاهره، همه چی شکلیاته. طرف اگه حج میره میخواد پشت حجش قایم بشه، اگه تسبیح دستشه میخواد پشت تسبیحش قایم بشه، اگه نماز میخونه، اگه دیگه بهش گفتن آج آقا یعنی دیگه هر کاری اجازه داره چه انجام بده. صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم مشرک بودن. زنا جزو فضیلت در جامعه قریش بود، شراب جزو فضیلت بود. ای کسی نمی نوشید، بیش از 30 تا اسم برای شراب انتخاب کردن و معشوقه خودشون قرار دادن و غزلخونی میکردن. اسلام آمد، با جان و دل پذیرفتن. 13 سال در زندگی مکی پیامبر روی فکر اونها کار میکرد که اینایی که وظیفه عقلشون که فکر کردن تعطیل کرده بودن، لقب جاهلیت گرفته بودن، تو 13 سال زندگی مکی اونها رو وادار کرد به فکر کردن. وقتی فکر کردن خودشون رو پیدا کردن، خداشون رو پیدا کردن و بعد شدن رهبران ارزشی جهان، همونایی که تا دیروز چه جنایت هایی نمی کردن. همونا بودن دیگه، ولی هم ظاهر رو گرفته بودن هم باطن رو، هم شکل و هم محتوا رو.